سلام بر دخترها و پسرای مهربون توی خونه. بچه ها، من امروز اومدم و میخوام براتون یک قصه خیلی قشنگ بگم. امیدوارم که از شنیدنش حسابی لذت ببرید. اسم قصه‌مون هست شبی که خرگوش کوچولو خوابش نمی برد. خرگوش کوچولو خواهر و برادری نداشت. یک اتاق و یک تخت خواب داشت که مال خودش بود. اما بعضی وقتا احساس تنهایی می کرد و از تنهایی خوابش نمی برد. یک شب با خودش فکر کرد باید پیش یک دوست خوب برم. پرید و به خانه همسایه رفت. خانه دوست خوبش سنجاب. میشه امشب اینجا بخوابم؟ سنجاب گفت بله حتما و به خانه دعوتش کرد. خرگوش کوچولو خودش رو در رخت خواب گرم و نرم سنجاب جا داد و فکر کرد چقدر خوبه که تنها نیستم. خرگوش کوچولو گفت شب بخیر سنجاب. سنجاب گفت شب بخیر خرگوش کوچولو. در یک چشم به هم زدن خوابش برد، اما چیزی نگذشت که با صدایی بیدار شد. توی تخت نشست و پرسید این صدای چیه؟ سنجاب گفت دارم بلوط میخورم. عادت دارم وسط شب بیدار شم و چیزی بخورم. ممنون که منو به خونت راه دادی، اما با این سر و صدا نمیتونم بخوابم. خرگوش کوچولو از خانه سنجاب بیرون اومد، پرید تا به خونه دوست خوبش راسو رسید. میشه امشب اینجا بخوابم؟ راسو فریاد کشید بله 100 بار بله. تا حالا هیچ کس دلش نخواسته اینجا بخوابه. و از ترس اینکه خرگوش کوچولو پشیمون بشه دستش رو گرفت و اونو توی خونه برد. وقتی توی رخت خواب دراز کشیدن راسو گفت چقدر خوش میگذره. کمی بعد خوابشون برد، اما نه خیلی طولانی. خیلی زود خرگوش کوچولو از بوی بدی بیدار شد. از جا پرید و پرسید این بوی چیه؟ راسو گفت ببخشید من بودم، یادم رفته بود تو همین جایی، ترسیدم و بوی بد دادم. ممنون که منو به خونت راه دادی، اما با بوی بد نمیتونم بخوابم. خرگوش کوچولو از خانه راسو بیرون اومد، پرید تا به خونه دوست خوبش جوجه تیغی رسید. میشه امشب اینجا بمونم؟ جوجه تیغی گفت حتما، تخت خواب من مال تو، من رو زمین میخوابم. خرگوش کوچولو هیجان زده بالا و پایین پرید و فریاد کشید آخ جون! آخ! خرگوش کوچولو جیغ کشید این چی بود؟ جوجه تیغی گفت تیغ من بود، گاهی تیغام میریزه. ممنون که منو به خونت راه دادی، اما با این تیغا نمیتونم بخوابم. خرگوش کوچولو از خانه جوجه تیغی بیرون اومد، پرید تا به خونه دوست خوبش خرس رسید. میشه امشب اینجا بخوابم؟ حتما، فکر کن خونه خودته. خرگوش کوچولو دیگه خیلی خسته بود. همونجا روی زمین قلمبه شد و خیلی زود خوابش برد. چیزی نگذشت که با صدای غرش بلندی از خواب پرید. با خودش فکر کرد وای نه، آسمون قرنبه. اما صدای آسمون قرنبه نبود. دوستش خرس داشت خور و پف میکرد. خرگوش کوچولو گفت من که با صدای خور و پف نمیتونم بخوابم که. خرگوش کوچولو از خونه خرس بیرون اومد، پرید تا به خونه دوست خوبش جغد رسید.
میشه امشب اینجا بخوابم؟ جغد گفت اگه دلت میخواد بله. دنبالم بیا. خرگوش کوچولو خیلی خیلی خسته بود. زود خوابش برد. اما چیزی نگذشت که نور توی چشماش افتاد و بیدارش کرد. داد کشید چراغو خاموش کن. جغد گفت نمیتونم. هر شب بیدار میمونم و کتاب میخونم. برای همین به من میگن جغد دانا. حالا که اینقدر دانایی لطفاً بگو چطوری میتونم راحت بخوابم؟ جغد گفت خیلی آسون. به خونه برگرد، به اتاقی که مال خودته. خرگوش کوچولو به حرف دوست دانایش گوش کرد. آنقدر خسته بود که نمیتونست بپره. کشان کشان خودش رو به خونه رسوند. دلش برای تخت خوابش حسابی تنگ شده بود. توی تخت پرید. توی رخت خواب جابجا شد و با خودش گفت چقدر خوب. نه صدای خرج خرج، نه بوی بد، نه تیغای تیز، نه خور و پف، نه نور چراغ. فقط و فقط خودم، ساکت و راحت. حالا میتونم راحت بخوابم. و همین کار رو کرد.